پرستاری؟ خب زبان بخون برو. دیوونه اینجا موندی؟ آخه مگه میشه با رشته پرستاری اینجا موند؟ خودتو بدبخت نکن، فقط برو. احتمالا اگه خودتون پرستارین یا تو اطرافیانتون پرستار دارین، حداقل یکی از این جمله ها به گوشتون خورده و براتون این سوال پیش اومده که چرا انقدر نسبت به رشته پرستاری اشتیاق هست برای مهاجرت. تو این ویدیو من نمیخوام راجع به اینکه مهاجرت خوبه یا بده صحبت کنم. میخوام توضیح بدم که چرا همه میخوان با رشته پرستاری مهاجرت کنن. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. من مرگمم و پرستارم. توی پیجم راجع به رشته‌ام و تجربیاتی که دارم صحبت میکنم. پس اگه به این موضوع علاقه داری منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. اولین مورد اینه که رشته پرستاری مهاجرتش نسبت به بقیه رشته علوم پزشکی آسون تره. این که میگم آسون تره معنیش نیستش که براتون فرش قرمز پهن کردن که بفرمایید تشریف ببرید، اما نسبت به بقیه رشته ها آزمون‌های ورودی و سختگیری‌های کمتری برای پذیرشش وجود داره و راحت تر میشه رفت. که البته راجع به این هم یه سری تبصره ها و قانون ها وجود داره که توی ویدیوی قبلی کامل براتون توضیح دادم که اگه اونا رو ندونین گمراه میشین و نمیتونین درست تصمیم بگیرین. پس حتما برو ویدیوی قبلی منو ببین. نکته بعدی فشار کاری سنگینه، یعنی شیفتای طولانی، تعداد نیروی کم، بیمارای زیاد، استراحت عاف کافی نداشتن، همه اینا باعث میشه که فشار زیادی به پرستار توی ایران وارد بشه، در حالی که این شرایط توی کشورهای دیگه وجود نداره. به خاطر همین پرستارا به خودشون فکر میکنن که خب من دارم همین کار رو توی ایران انجام میدم، پرستارای دیگه هم توی کشورهای دیگه انجام میدن، خب چرا منم نرم اون کشور انجام بدم که بتونم از مزایای بیشتری بهره مند بشم. نکته بعدی که وجود داره عدم احترامی که به پرستار گذاشته میشه. اینکه حالا این که میگم 100% نیست، ولی معمولا از سمت بیمار و همراه بیمار، از سمت همکارا، هد نرس، سوپروایزر، مترون و حتی گاهن از سمت پزشکا احترامی که باید به پرستار گذاشته نمیشه و کلا پرستار با اینکه بار کاری زیادی رو به دوش میکشه دیده نمیشه. به خاطر همین این مسئله باعث بی‌انگیزگی میشه. مورد بعدی فرسودگی شغلیه. ما میدونیم که توی رشته پرستاری فرسودگی شغلی بالایی وجود داره و این منحصر به جا و مکان خاصی نمیشه. منتها تو ایران به خاطر شرایطی که وجود داره این فرسودگی شغلی بیشتره و فشار بیشتری رو پرستارا تحمل میکنن. مورد دیگه‌ای که باعث میشه پرستارا به مهاجرت فکر بکنن مسئله مالی. همونطور که میدونیم توی ایران و مخصوصا در حال حاضر شرایط مالی و ثبات و امنیت مالی خوبی وجود نداره و پرستارا از این شرایط مستثنا نیستن و با توجه به اون کاری که میکنن و فشار کاری که راجبش صحبت کردیم، اون حقوقی که دریافت میکنن براشون کافی نیست و اکثرا دو شغله میشن که خود اون دو شغله شدن هم باز فشار خاص خودش رو بهشون وارد میکنه. به خاطر همین ترجیحشون اینه که برن توی کشوری که با همون یک شغل مزایا و امکانات حقوقی رو بهشون بده که بتونن اون امنیت و ثبات مالی رو داشته باشن. حالا من اینجا نمیخوام خیلی راجبش صحبت بکنم، ولی اگر که بلاگرها و یوتیوبرهایی که توی کشورهای دیگه نرس هستن رو بریم نگاه بکنیم متوجه این مسئله میشین که از این نظر واقعا توی رفاه هستن و مشکلی ندارن. مسئله بعدی که بیشتر برای خانم ها دغدغه است محدودیت های پوششی که وجود داره و اون فشارهایی که به خانم ها وارد میشه توی بیمارستان، که البته توی ایران کلا این مسئله هست برای خانم ها، منتها توی بیمارستان این چند برابر میشه. یه سری قوانین پوششی وجود داره که اون آزادی عمل رو از خانم های پرستار میگیره و این هم باز یکی از عواملی هستش که پرستارها به رفتن فکر میکنن. مورد دیگه اینه که پرستارا توی ایران خودشون رو خیلی محصور میبینن و اون آزادی که بخوان داشته باشن که خودشون رو رشد بدن، پیشرفت کنن رو نمیبینن و توی اون چرخه کار و شیفت و خواب گیر میکنن و این زندگی روتین تکرار میشه و فرصتی برای رشد خودشون، توسعه خودشون تو زمینهای مختلف زندگیشون ندارن و خب این هم باز اذیت کننده است و باعث بی‌انگیزگی میشه.
یه مسئله دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره کنم و معمولا باعث میشه که پرستارا اذیت بشن، مسئله پزشک محور بودن توی ایرانه، که توی کشورهای دیگه معمولا پرستارا و پزشکا این لول بندی که توی ایران داریم رو ندارن و کاری که انجام میدن به صورت کار تیم ورکه. منتها توی ایران متاسفانه این مسئله نیست، هم از جانب مردم هم از جانب خود پرسنل این مسئله پزشک سالاری دیده میشه و خب تبعات خودش رو هم داره. با توجه به همه این چیزایی که گفتم باید مراقب یه سری از فانتزی باشیم که تو ذهن یه سریامون ساخته شده و اون هم اینه که خب مهاجرت میکنم راحت میشم، یعنی یه جورایی که به چشم فرار به مهاجرت نگاه میکنیم. ببینین مهاجرت درسته که به ما یه شرایط زندگی بهتر رو میده، حالا نه فقط توی رشته پرستاری، توی هر رشته و کاری، منتها سختی خودش هم داره. مثلا همون آزمون هایی که باید بدیم، آیلتسی که باید شرکت کنیم و اون دوری از خانواده، فرهنگ متفاوتی که وجود داره، اون غریبی و تنهاییش و کلا اون مشکلاتی که خود مهاجرت داره رو نمیشه انکار کرد و بگیم که نه اوکیه، مثلا این فقط همین که شرایط زندگی اوکی باشه من میتونم از پس اون رو بر بیام. این بستگی به شخصیت هر فرد داره، دیدگاهی که هر فرد به زندگی داره و کلا مسائل مختلفی توی این زمینه تاثیر میذارن که باید حتما بهشون توجه بکنیم و با توجه به اون فانتزیای ذهنیمون تصمیم نگیریم، همه این مسائل رو کنار هم بذاریم و نخواهیم که فرار کنیم. ببینید هر وقت که آدم میخواد از یه مکانی، از یه موقعیتی فرار بکنه، کائنات اون رو توی یه شرایط دیگه‌ای میذاره که دوباره به یه شکل دیگه‌ای با اون موقعیت روبرو بشه و به نظر من ما وقتی توی شرایط سختی قرار داریم باید بتونیم که خودمون رو از اون شرایط عبور بدیم، نه اینکه فرار بکنیم. و خب اگر که قصدتون از مهاجرت فرار کردنه و دوست ندارید که مهاجرت کنید، به نظرم این کار رو انجام ندین. توی ایران هم راههایی وجود داره که بشه به اون رفاه و امنیت مالی و کلا امنیت زندگی رسید، که من توی زمینه رشته پرستاری توی ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که چطور میشه در کنار داشتن این رشته یا اصلا بدون کار پرستاری با اون اطلاعات و مدرکی که دارین چطور میتونین که اون زندگی ایدئال برای خودتون بسازین. پس اگر که میخواین مهاجرت بکنین به قصد فرار این کار رو انجام ندین و تمام شرایطتون رو بسنجین و با آگاهی تصمیم بگیرین که بتونین توی اون شرایط جدید رشد کنین و فرصت‌های بیشتری رو ایجاد بکنین. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. اگر که فکر میکنین کسی هست که این ویدیو به دردش میخوره، حتما براش بفرستین، چنل منو سابسکرایب کنید، حمایت کنید و اگر که تجربه مشابهی داشتین یا سوال خاصی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین، همه رو میخونم و جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.